کفایت الله واحدی در افغانستان کار کردند. آقای واحدی، دیدگاه دو استاد بزرگ را شنیدیم در مورد زبان فارسی. حالا زبان بخشی از او فرهنگ مشترک ایران و افغانستان بود و تأثیر فعالیت‌های رسانه‌ای برای ترویج این اشتراکات از جمله در حوزه زبان فارسی. شما که در افغانستان فعالیت داشتید و کار کردید، این فضا را در افغانستان چگونه می‌بینید؟ تا چه حد میشه در این راستا در داخل افغانستان هم در شرایط کنونی کار کرد؟ عرض سلام دارم خدمت شما مهمانان در برنامه و همه اعضای کادر فنی و بینندگان محترم شما. ببینید، وقتی که ما مسئله رسانه را مطرح میکنیم و اینکه مسئله ما سر یک جغرافیایی وقتی ما میچرخیم که این رسانه چگونه میتونه در یک جغرافیای تاثیرگذار باشد، ما میتونیم از هر لحاظ و بررسی این مسئله بپردازیم. ما چند روز قبل، حالا میخوام مفصل‌تر، حالا خیلی کوتاه بپردازم. چند روز قبل ما سفری داشتیم در همین تهران سمت شیراز با برخی از دوستان. واقعا بعضی از چیزایی هست که ما نیاز داره اینا رو به تصویر بکشیم از طریق رسانه و ما نشان بدیم که آقا این چیزی را که شما دارین میبینید این فرهنگ مشترک ما هست. مثلا یکی از نمونه های خیلی خاصیشه که من دیدم در حمام وکیل یک جای بود به نام شب حنا. درست. و این اولین باری بود که من دیدم و به این نتیجه رسیدم که آقا یعنی ما در واقع این فرهنگ مشترکی که میگیم به صورت زنده فعلا وجود دارد. یعنی در واقع میفهمین که حتی در کوچکترین رسومات و عنعنات هم به لحاظ فرهنگی ما مشترک است. ببینید، ما وقتی که فرهنگ مشترک میگیم ما باید برگردیم بریم از کوچکترین بیایم بعد به بالاترین سطح. ما اگر از پایین نفهمیم که این خشت پایینی ما چی هست، ما چطور میتونیم که در سطح بالا نگاه بکنیم؟ از اون پایین ما میتونیم نگاه کنیم لایه‌های پایین، بعد بیایم به بالا و از بالا نگاه بکنیم که یعنی ما فرهنگی مشترک داشتیم و حالا برای تقویت این فرهنگی مشترک ما چه کار باید بکنیم. و یکی از گزینه‌هایی که حالا ما میتونیم خیلی به این بپردازیم از طریق ساختن برنامه‌های مستند هست و این واقعا تاثیرگذار هست. ما حتی به حال ندیدیم که مستندی مثلا به گونه مثال از بدخشان ساخته بشه در موردی. حالا مخفی بدخشی یکی از شاعران برجسته خانم ها بود که در چه زمانهای اون شعر گفت و چگونش اشعارش را اون سرایید. اینا لازم هست که ما اینا رو به تصویر بکشیم. وقتی که اینا رو ما به تصویر میکشیم نشان میدهد که ما همون گونه که داریم در کتاب ها میخوانیم، در سطرها میخوانیم، عملا وجود دارد. چرا ما این رو به تصویر نمیکشیم؟ این فضا هنوز فضا خالی هست و ما تا به حال در این راستا هیچ کاری نکردیم. اگر اشتباه نکنم در